سلام. چاکرم، خداحافظ. من شف یاسرم. منم شف علی. ما پدر و پسر قرار از این به بعد رستوران ها و مجموعه شهرمون رو بررسی کنیم. برای اولین انتخابمون اومدیم رستوران باغچه. از دلایلی که این رستوران رو انتخاب کردیم برای بررسی، محیط و وایب خوبی بود که به ما میداد. ما هر بار اومدیم اینجا واقعا با انرژی برگشتیم خونه. سوای اون محیط کافه و آشپزخونهش به شدت منظم و مرتبن و به نظرم بهترین کیفیت رو ارائه میکنه. منوشون رو که من بررسی کردم، غذاهای سنتی و فست فود ها رو پوشش میده. خیلی آیتما با تنوع بالایی قرار داده شدن، جوجه ها، کباب ها، خورشت ها و منوی بار کاملی هم دارن. انتخاب ما از این منو کباب و غذای دریایی بود. ما شیشلیک سفارش دادیم و ماهی. بریم که بررسی کنیم کیفیت. خدا شد نگاه خوردیم جانیم شالی خیلی عالی بود. کماکیف برنجش خوب بود، مقدارش هم خوب بود. من انگار یکم زیاده روی کردم. ماهیشم خوب بود. فقط من چون ماهی برشته دوست دارم، شاید مثلا اول باید میگفتم که دیگه برام برشته بیارم، ولی خالی بود. در کل خوب بود. دستشون در نکنه. این غذا ماچ داره. ببخشید غذا ماچ نداره. دست ماچ که این غذا رو پخته ماچ داره. خب ما غذامون رو میل کردیم. از اونجایی که من غذاهای دریایی رو نمیپسندم، کباب سفارش دادم. کباب بسیار معنیت خوبی داشت. تو پخته شده بود و نرم و لذیذ بود. همسازی‌ها به خوبی انجام شده بود. بابا هم ماهی رو پسندیده، پس مورد تاییده. به نظرم دورچین جا داشت یکم بهتر باشه. در کل قابل قبول بود. لذت بردیم. ما قراره که از این به بعد جاهای زیادی رو بررسی کنیم، جاهای زیادی بریم، با شما به اشتراک بذاریم، نظر واقعیمون رو نقد کنیم. امیدوارم که مردممون بتونن از این مکان‌ها استفاده کنن و هر هفته یک روز رو با خانواده‌شون به چنین مکان‌هایی بیان و لذت ببرن. با ما همراه باشید که قراره کلی جای جدید رو بررسی کنیم. شادی شما آرزوی نیست. موفق باشید.